سرخط مهمترین خبرها: تلاش برای از بین بردن دیدافشین در ارتش در قسمهای حربی کامرا نصب میکنند. کریستیانو رونالدو ویزای تاجیکستان را گرفته است و در روسیه یک سازمان LGBT را اکستریمیستی اعلام کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 1 دکبر است. رئیس جمهوری تاجیکستان به سند امضا کرده است که بر اساس آن باید در قسم‌های حربی کشور کامراهای نظارتی گذاشته شود. رادیوی آزادی روز 1 دکبر با محتوای تغییرات به قانون درباره وضع حقوقی خدمتچیان حربی شناس شد. در متن قانون آمده است در قسم‌های حربی دقیقاً در جای‌های بود و باش خدمتچیان حربی باید کامراهای نظارتی ویدیویی نصب کرده شوند. هدف از گذاشتن کامراها به گفته مقامات تحکیم انتظام حربی، ترتیبات و قانونیت در ارتش و اینچنین برای پیشگیری مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی میباشد. نصب کامراها یکی از طلب‌های حامیان حقوق بود که سالها صدا می‌دهد. حامیان حقوق با اشاره به قانون نانوشته در ارتش میگویند نه همه سربازان جوان حاضرند بگویند که آنها را کیلت و کوب و یا آزار داده است. بدرفتاری به خصوص آزار دیدن نو سربازان از سوی سربازان سابقه دار یکی از مشکل‌های اساسی ارتش تاجیکستان گفته می شود. در یک از آخرین حالت‌ها ماه می امسال دادگاه عالی تاجیکستان یک افسر و 7 سرباز سابق را برای لطوکوب نواسکران از 9 تا 11 سال به زندان محکوم کرد. در چنین حالت نصب کامراها در قسم‌های حربی چرا تغییر می‌دهد؟ چگونه می‌توان با واسطه کامراها جنایت‌ها را در ارتش آشکار کرد؟ به این سوال‌ها حقوق‌شناس تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی خورشید قربانشاهیف پاسخ می‌دهد. اقدام البته کار خوب است. ما هم طرفدار همین فکریم که این می‌تواند سبب پیشگیری چنین رفتار باشد، برای که همه وقت همون شرایط‌های بود و باش ما می‌دانیم که در یک جای خواب یا مکانی بود و باش از 40 تا 50 سرباز در آنجا استقامت میکنند، در آنجا خواب میروند و همه این باید زیر نظارت باشد. برای همین من فکر میکنم که در آنجا در قسم‌های حربی که ما میرویم همین کامراهای برای کامراهای ثبت ویدیویی نه تنها در جای خواب بلکه در آشخانه‌ها، در کریدورهای رفت و آمد کردگی غیر از جای آبازی کردن و غیر از حاجتخانه‌ها دیگر در همه جا نصب شدگی هست. در قانون گفته شده است که کامراهای نظارتی در جایهای بود و باش خدمتچیان حربی گذاشته می شوند، ولی در بعضی حالت‌ها ما دیدیم که حالت‌های غیر آیین‌ناموی یعنی لطوکوب سربازان در دیگر قسمت‌هایمون قسم‌های حربی از جمله در حاجتخانه‌ها اتفاق افتاد. به نظر شما باز در کدام قسم‌های حربی می شود کامراهای نظارتی گذاشت و از چنین حالت‌ها پیشگیری شود؟ مثلا وقتی که ما ثبت ویدیویی میکنیم، ما البته هستند هم طرفای اتیکی و هم دیگر مسائلی که ما در درون خود حاجتخانه مثل ثبت کامرا کنیم، برای که این البته یک کردار غیر اخلاقی است و به یگان چارچوبه درآورده نمی شود. لیکن وقتی که وقتی درآمدی مثل همون حاجتخانه می توانیم ما در همین حالت کامرا نصب کنیم و وابسته بر همون ساعت و وقتی درآمدی که کسی به همجا می درآید، چند کس می درآید، این علاقه برای فوش کردن یا برای وقت تفتیشات بردن می تواند کمک کند که در کدام وقت و ساعت کدام آدم‌ها همونجا درآمدگی بودن و مثال ما می دانیم که برای یک قضای حاجت نه زیاده از 10 دقیقه ضرور است. وقتی که عملهای بدرفتاری می تواند که این 20 دقیقه یا 30 دقیقه دوام کند یا ممکن تا ساعت‌ها دوام کند. برای همین وقتی که ثبت ویدیو است ما می توانیم روی ثبت ویدیو تفتیش کنیم که چند کس درآمد و مدت چند در آنجا قرار داشتند. این البته کمک میکند. چگونه میتوان با نصب این کامراهای نظارتی به بهترین شیوه استفاده برد تا حالتهای لطوکوب سربازان از بین برده شود؟ یک پیشنهاد دیگر همین است که البته تشبوس نصب کردن کامراهای ویدیویی این بسیار تشبوس خوب است و ما دویم از این طرفداری میکنیم، لیکن یک سوال دیگر نازک در اینجا است که این ثبت‌ها در کجا محفوظ میمانند و کی این را نظارت میکند؟ ما از روی تجربه میدانیم که همون کماندیری که قسم حربی این یا اون قسم حربی است و علاقه در حالت سر زدن چنین حالت‌ها و شخصی منفعت دار به حساب می رود.
лекин дар ҳолате ки барое ки пага барои вай ягон мушкилот пайдо нашавад, вай метавонад ки агар дастрасӣ дошта бошад бар ҳамин камераҳо, метавонад ҳамон қисми сабте ки ҳамчун далел ё факт барои кушодани ин ё он ҷиноят истифода шавад, метавонад ҳамонро бурад ё ҳамон камераҳоро бо ягон иллати техникӣ мегӯяд ки дар ҳамин соату ҳамин вақт кор накарданд. بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با خورشید قربانشایف به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پخش می شود. با نزدیک شدن سنه رقابت دسته استقلال تاجیکستان با تیم النصر عربستان سعودی، بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است که آیا کریستیانو رونالدو فوتبالباز معروف دنیا به دوشنبه می آید یا نه. رقابت دسته‌های استقلال و النصر شب سه‌شنبه 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه می شود. بازی ساعت 21:00 آغاز می یابد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت دسته النصر به دوشنبه روز 4 دکبر می رسد. به گفته حکیموف همه اعضای دسته النصر از جمله کریستیانو رونالدو برای سفر به تاجیکستان روادید یا ویزا گرفتند. سخنگوی باشگاه استقلال امیدواری کرده است که رونالدو در نهایت به تاجیکستان می آید. یک مسئول شعبه روابط خارجی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم به خبرگزاری آزیا پلوس عین همین اطلاع را تصدیق کرده گفته است نام کریستیانو رونالدو در فهرست آنهایی که در هیئت دسته النصر باید به تاجیکستان آیند موجود است. اما دسته النصر تا حال روی خط بازیگرانش در مقابل تیم استقلال را اعلان نکرده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید که تا امروز بیش از 10,000 چیپته بازی استقلال و النصر فروخته شده است. نرخ بلیط ها از 100 سومانی تا 3000 سومانی است. دادگاه عالی روسیه یک سازمان موجود نبوده با نام جنبش بین المللی اجتماعی LGBT را تشکیلات اکستریمیستی اعلان کرد و فعالیت آن را در حدود این کشور منع نمود. به نوشته سامانه مدیا از آن قرار دادگاه فوراً در قلمرو روسیه اعتبار پیدا می‌کند. جلسه دادگاه پوشیده برگزار شد و به نوشته مدیا از آن به تالار تنها نمایندگان وزارت عدلیه روسیه راه یافتند. دادرس دعوا را دوامی 4 ساعت بررسی کرده است. دعوا را روز 17 نوامبر وزارت عدلیه روسیه پیشنهاد کرد. مسئولین وزارت عدلیه روسیه گفتند که در فعالیت این حرکت نشانه‌ها و ظهورات مختلف تمایل افراط‌گرایی از جمله برانگیختن نزاع‌های اجتماعی و مذهبی را آشکار کردند. برای شرکت در فعالیت این تشکیلات که به قول مقامات روسیه افراطی است، از 6 تا 10 سال می‌توانند شخص را به زندان فرستند. اما در روسیه سازمان با نام جنبش بین المللی اجتماعی LGBT وجود ندارد و معلوم نیست که قرار دادگاه روسیه برای کار این سازمان موجود نبوده چی تاثیر می‌رساند. اما سازمان‌های حامی حقوق از آن نگرانی می‌کنند که احتمال مقامات روسیه تعقیب و فشار نسبت همجنسگرایان را بیشتر می‌کنند. مسکو سال‌هاست که برای این کار تنقید می‌شود. یک ژنرال دیگری ارتش روسیه در اوکراین کشته شده است. در این باره رسانه‌های اوکراین و روسیه روز 29 نوامبر گزارش دادند. به اطلاع آنها ولادیمیر زاواتسکی روز 28 نوامبر جان باخت. کانفلیکت اینتلیجنس تیم نیز با تکیه به منابع نظامی مرگ زاواتسکی را تصدیق کرد، ولی وزارت دفاع روسیه هنوز در این باره چیزی نگفته. زاواتسکی هفتمین ژنرال روس است که در جنگ اوکراین کشته شدند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را فرا میگیرد. 1 دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین‌شاه شاتمور تولد شده است. شیرین‌شاه شاتمور در یک صف با عبدالرحیم حاجیباف، نصرت الله مخزوم، چنار اماموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهمگذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیت کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین‌شاه شاتمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت‌های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین‌شاه شاتمور بیگناه اعلان شد. 1 دکبر روز بین‌المللی مبارزه با ویروس ضعف مسئولیتی بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری‌های قرن 20 می‌نامند که بار نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شمار آلوده شده‌ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13,000 نفر حساب شد. اکثر این بیماران با یاری سازمان‌های بین‌المللی معالجه می‌گیرند.
аз 1 декабри соли 2012 дар Русия барои ба кор даромадани хориҷиҳо донистани забони русӣ ҳатмӣ шуд. ин қароре ки онро президент Владимир Путин имзо карда буд, махсус барои муҳоҷирони корӣ эҷод шуд. надонистани забони русӣ яке аз мушкилоти ҷиддии бисёр муҳоҷирони ҷавони корҷӯи тоҷик мебошад ки барои таъмини ҳуқуқи онҳо мушкил эҷод мекунад. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی کشور 1000 روبل روسی به اکثر 23 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت هم میتوانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. در 2 روز آینده برایتان استراحتی خوشخواهانه.